سلام رفقا، چطوری؟ من خیلی به ویدیو خوش اومدین. آقا بعد از 3 ماه غیبت بالاخره برگشتیم با ویدیوها. نمیخوام بگم قراره بهتر کنیم یوتیوب و قرار هر روز ویدیو داشته باشه اینا، نه، ولی خب سعی میکنم برگردم حداقل هفته یه دونه ویدیو رو بذارم. حمایت کنین، لایک کامنت فراموشتون نشه. کامنتاتون رو حتما میخونم، لایک میکنم. کامنت انگلیسی معنی دار لطفاً بذارید. اینستاگرام منم میاد، فالو کنید، اونجا یه سری کارا یه سری برنامه ها دارم براش. بریم سراغ ویدیو. خب آقا، اصلا موضوع ویدیو چیه؟ کل اینترو سینماتیک های آرکانه های و پرسونه های دوتا رو از همون اول تا الان میخوام ببینیم و ببینیم کدومشون از همه خفن‌تر بود و بهشون نمره بدیم. هر کدوم دوست داشتید حتما توی کامنت ها بنویسید و بگید که کدوم رو دارید و یا کدوم رو دوست داشتید که داشته باشید. بریم سراغ ویدیو. خب اولیش که آرکواردانه سال 2015 اومده، هیرو بوده اومده، آرکانا نبوده. خود هیرو اومده. آندرورد 2016 اومده. اوکی، بعدیش نیست. مانکی کینگ یا به قول اریناون ووکانگ. خود هیرو 2016 اومده، سینماتیکش اومده. مانکی این پشم پیرو قویه ولی پوز 4 نه کری. بیسیوری پلتفرم لگاسی جاگرناته. این ست آرکانا جاگرناته که اومد. ببخشید دوتا استایل هم داشت، این قرمزی دونه آبی که خب من آبیشو بیشتر قرمزش میشه. قرمزش مثل حالت عادیش میمونه، فرقی به نظر من نداره. بعدی که اومد دارک ویلو هم الان یکی از هیروهای قویه و چقدر باحال سینماتیکش. سینماتیک که نمیشه گفت، اینترودوس دیگه، اینترودوس سینماتیک ندارن اینا هنوز. 2017 اومده دارک ویلو. هنگول عاشق پیشه فرانسویه هنگول فکر کنم. آره خب ندارن سینماتیک اینم هنوز. و آقام پوچ آرکانای پوچ سینماتیکش هم قشنگه، دوست داشتم. سینماتیک نمیشه گفت اینو ولی خب قشنگه. فیست آف ابسشن آرکانا آیتم فور پاچ. و دوتا چیزم داشت، اینم بگم دوتا استایل هم داره. سبزش رو وقتی بهتون میده که توی فکر کنم 40 تا بازی جلوتون روبیک پیک بشه و شما اون بازی رو ببرید و سبزش براتون لاک بشه. 2018 هم اومده. یه آرکانایی که خیلی دوستش دارم. بعدی خود هیروی گریم استروک. بچه قبلیش رو من دوست داشتم، 2018 اومده ولی خب الان نیستمش. صرفا با یه سری کمبو های خاص میشه دوستش دارم، میشه خوب بازیش کرد. و روبیک آرکاناش میگ سفایر. اگه اشتباه میخونم بگید تو کامنت ها، میدونم یه سریشو دارم اشتباه میخونم. ساعت 1:00 به نصف شبه دارم ویدیو میگیرم. خب روبیکرم من خیلی دوستش دارم. اولین آرکانایی که دوست دارم آرکانا کوینه، بعدش درو، بعدش روبیک. که مارس، خود مارس وقتی اومده اینترودوس مارس 2019 اومد مارس. نه 2022 دوتا 23 تو دوتا مارس هم باحال بود. آرکانا استریکر با بتل پس فکر میکنم اومد. ببینم، آره تیای 2019 بتل پس دوتا استایل هم داشت ولی خب من همون آبیشو بیشتر دوست دارم. بیبی اینوکر لاست آرتس بازه است، من دوستش دارم ولی خب خدای اینوکر چیز دیگه است. اسنپ فایر
Introducing Snapfire 2019 اومد اسنپم. با وید با هم اومدن. سویچ وید اسپریت با وید اسپریت با هم اومدن مثل که. آره اینم حضرت وید اسپریت. حضرت که نمیشه گفت خیلی نرف شده. ولی خب هنوزم تو مید قویه. پلیرشو میخواد. 2019 اومد ویدان. دیگه با چیز با هم اومدن، همون 2019 اومدن. آرکانا آگر دامبر احمق و احمق ترن واقعا این دوتا. میر الان به نظرم هیرو خوبیه، خوب میشه بازیش کرد. به آقا برایت کینگ، اسکلتون کینگ، دوتا یک بازه بهش میگن اسکلتون کینگ. برایت کینگ the one true king، یک شاه حقیقی. نه کوین آرکاناش خیلی خوشگله، مخصوصا آبیش با یه دونه ایمورتال هم داره آبی میشه، خیلی خوشگل میشه لامصب. یکی از هیروهای مورد علاقه من، چه خودش چه آرکاناش اصلا خیلی خوبه. الانم که با آقانیم و شارت میخری پاره میکنی قشنگ. جانگلو وی پرسونا بود فکر کنم، اولین پرسونایی بود که اومد، پرسونا دیمیج. پرسونا دیگه کلا آقا هیروتون عوض میشه. آرکانا یه سری اسکینه باحاله، پرسونا کلا هیرو رو عوض میکنه به این سیل. مثلا آنتی میج اصلی پسره، اینجا آنتی میج دختر شده. نیو پرسونا فور آنتی میج دیسیپلینز پث 20 اومد پرسوناش. الانم خیلی با راحت بکنم میشه گرفتش تقریبا. مثل 3 تا که براش داده میشه گرفتش. بعدی پرسونای پاج توی بوچر. اینو من دوستش ندارم واقعا قشنگ نیست. فانتزی ها ولی خب قشنگه، من دوستش ندارم. اگه دوستش دارین تو کامنت ها بنویسین. اینم تو بتل پس بود. آره تیای 10 آرکانا وین رنجر، اینم تیای 10 بود. 570 لول 575 تیای همون بتل پس قدیم میداد. تیای 10 ببینیم امسال تیای بتل پس داره یا نه. اینم 2 تا استلش، این قرمزش خدایی خوشگل داره از خود شدشه معمولیش. وودوینگ 20 17 دسامبر. هیروی قوی الان، قوی که نمیشه گفت اوور پاور نیست ولی خب الانم هیروی خوبیه. دامبیری که آفلاینری که تو این پچ داره مثل چی پیک میشه. 2021 اومد 4 سال. مخصوصا با اینیتی که الان داره روز میشه کل مپا برات روشن میکنه، هیروی قوی میشه گفت تو آفلاین. به قوی ترین کری پچ حضرت اسپکتر. من چیز قبل از اینکه این فصل مسطا بیان این الان آرکانا اسپکتره. قبل از اینکه این فصل مسطا بیان اون اولتیش که الان شده آقا نیمش رو بسیار دوست داشتم. اون غیر بزشم مشکله. اولتیش الان آقا نیمش اینجوریه که هانتشه، قبلا اولتیش هانتش بود، خیلی دیگه قوی بود. پرسونای دراگنات که با انیمه دراگنز 2 تا دراگنز بلاد با هم اومدن، مثل این که دویان اسم کاراکتر توی خود 2 تا هم دویان بود، انیمیشنش اینجا اسمش دویانه. و مارسی و فکر کنم بعدش هم باید میرانا باشه. میرانا 2021 اومد. آره مارسی الان با اون فست بادیگارد نه اون یکیش الان قویه.
آره اینم پرسونا میرانا نایت سیلور. Taken quickly and cute, I'm trying to be intimidating. اینم دوتا استایل مختلفش. آرکانا درو رنجر به نظر من بعد از کوین خوشگل ترین آرکانای بازیه، واقعا خوشگله. مثلا سیس هیرو رو نگاه کن، مثلا چقدر خوشگل میشه، چقدر ابهت داره. 2022 پرایمال اومد. این نرف شده جدیدن، پیکم نمیشه. تورنمنت که من باش میکردم پیکم نمیشه توی تورنمنت. الان کم ندیدم، اصلا کم دیدم، فکر کنم یه بار دو بار دیدم، ولی خب اوکیه. 2022 اومد، یه دوره خیلی توی مید پیک میشد. به 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 به. آرکانا وایت 2022 اینجا رو من بودم. آره اینجا قبلی هم بودم. البته نه، من از اینجا اومدم تو دوتا. بعدیش پی ای بود داره و ریزور. پی ای پرسوناشه که اینم سینماتیکشه. Exile Unveiled. اینم قشنگه. من اینو به نسبت آرکاناش بیشتر دوست دارم. من خودم آرکانا پی دارم، ولی خب من پرسوناش بیشتر دوست دارم. واقعا یکی از مزخرف‌ترین پرسوناهای گل دوتا دو. پرسونا سی ام اصلا خیلی مزخرفه. بعدیش ریزور. به به هیروی داشتون. ریزور، ولی استایل دو شبیه مورف میشه کم. نیستم استایل دوش، استایل یکش بهتره. اینجا هم که مورتا 2023 اومد. الان جدیدن داره خیلی پیک میشه، قوی شد. مورتا یه مشکلی که اول بازیش ضعیفه، ولی آیتم بیاره دیگه نمیشه جلوشو گرفت. خیلی قوی میشه. مید گیم روبلیت واقعا قوی میشه، نمیشه کاریش کرد. آرکاناهای اسکای ونج همین تازگی آمده با همین کرونفال. و کز و رینگ مستر بعدش کز. رینگ مستر 22 آگست. رینگ مستر هیروی قوی، خیلی قوی نیست ولی خب یکش خیلی قویه تو لاین، اذیت میکنه. کزم که اصلا اوورپاور قویه، اوپیه اصلا، واقعا که الان اوپیه. کز 2 تا مونشارت براش میخری با اون حالت کوش، حالت اون پایینیش سایش. اینا هم یه نو سینماتیکا که سینماتیک نداشتن. زئوسی که 2015 اومد، آرکانا زئوس. اوکی، اینا سینماتیک نداشتن. آرکانا مانکی اینم سینماتیک نداشته. 4 تا حالت داشت یا 5 تا فکر کنم. آره همین 4 تا حالت بود. 4ش مکس میشد، چیز مختلفش رو میگرفت. اینم از این ویدیو. بس از اینکه ویدیو دیدیم، اگه
نظراتتون تو کامنت بگین کدوم کانال رو دوست دارین، کدوم پرسونا رو دوست دارین، دوست دارین که کدوما رو به بازی برگردونن که بشه گرفتشون. من خودم کوین رو خیلی دوست دارم، اگه برگرده حتما میگیرمش. مثل یک ویدیو دارید لاک نقطه فراموشتون نشه، نظرتون این کامنت حتما برام بنویسین. اینستاگرام منم این بالا میاد، حتما فالو کنین. تا ویدیو بعدی پیس.